لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بار الها از نیکویی بخشش و پرده پوششت ما را محروم مگردان. الهی باران رحمتت را بر سر گناهانمان بباران. الهی پروردگار ابر رحمتت را بر سر گناهانمان بینداز. الهی همان گونه‌ای که ستاری کردی تمام گناهان ما را پوشیدی، هنوز هیچ کس از گناه ما خبر نیست. خدای در صحرای محشر هم گناهان ما را بپوش. الهی در اون روزی که پرده از اسرار خلایق بر می‌داری، خدایا خیله ها در اون روز رسوا میشوند، خیله ها روحایشان سیاه میشود. بار الها ما را رسوا مگردان. بار الها روحای ما را سیاه مگردان. الهی از تشنگی و گرسنگی صحرای محشر ما را نجات بده. بار الها همه به خانه تو جمع شدیم. الهی پروردگار تو خود پخش مستقیم میبینی، بدون واسطه میبینی که بندگانت همه دستان را مثل گدایان به در تو بلند کردن. بار الها دست با آستانه تو بلند کردیم. خدایا آمدیم با گردن پت، با رنگ زرد، با تن آلوده، با دست آلوده. بار الها دست باریم. خدایا گناهگار هستیم، پاک ما بکن. الهی گناهگار هستیم، آمین را بلند بگوین. بار الها گناهگار هستیم، پاک ما بکن. بار الها به خانه تو آمدیم. خدایا اگر این جماعتی که اینجا جمع شدن به پشت در والی بروند، چیزی از والی طلب بکنن، والی نمیگه. خدایا تو خود کریم هستی. یا الله تو خود کریم هستی، تو که ارحم الراحمین هستی. الهی ما به در تو آمدیم. تو ذات مقتدر و توانا هستی، خزانه های پر است. خدایا چیزی که ما آوردیم در خزانه های تو نیست. یا الله اون گردن پتی و عاجزی و انکساری هست. الهی پروردگار بندگی را آوردیم. الهی بندگی را آوردیم، خطا کردیم، گناه کردیم، تو ستاری کردی. یا الله ستاری تو سبب شده که ما گناه کردیم. یا الله ستاریت سبب شده که ما گناه کردیم. خدایا ما فریب خوردیم، چون ستر تو، پرده پوشش تو پروردگار دم گناهان ما گرفته، ما جرأت کردیم که بار گناه کنیم. الهی گناه ما به خاطر این نبوده که تو عاجز هستی، نمیتوانی انتقام بگیری. یا الله تو میتوانی انتقام بگیری. خدای فرعونهای تاریخ را گردنش را شکستاندی. بار اله ما بنده های عاجز تو هستیم. ما امت محمد امین صلی الله علیه و سلم هستیم. یا الله دست به آستانه تو بلند کردیم. یا الله به ما توفیق بده. الهی به ما توفیق بده. الهی پروردگار مشکلات ما زیاد شده. الهی گناهان ما هر روز اضافه و اضافه تر شده روان است. بار الها این بار سنگین گناه ها شانه های ما را خرد کرده. یا الله ما را از این زیر این بارها نجات بده. الهی به ما توبه نصیب بگردان. الهی به ما توبه نصیب بگردان. الهی پروردگار تو خود کریم هستی، تو ذات مقتدر و توانا هستی. الهی خیلی بندگان بودم که گناه کردن، بخشیدیشان و اونها را ولی خود گرداندی. یا الله ما هم در آستانه تو دست بلند کردیم، ما را هم دوستان خود قرار بده. بار الهی در صحرای محشر همه در زیر گرمی سوزان صحرای محشر قرار دارند و 7 نفر زیر سایه عرش است. بار الهی ما را از سایه عرش خود بی نصیب مگردان. بار الهی ما را در صحرای محشر در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار بده. الهی از دستان نازنین رسول الله صلی الله علیه و سلم از آب کوثر به ما آب بنوشان. الهی از تشنگی روز قیامت ما را نجات بده. الهی ذلت و خواری که امروز دامن امت اسلامی را در جهان گرفته، پروردگار ما را از این ذلت و خواری خودت نجات بده. الهی پروردگار هنوز غزه در آتش می سوزد. بار الها
اسرائیل را نیست و نابود بگردان. الهی اسرائیل را نیست و نابود بگردان. یا الله مسلمین در دنیا خارند، خدایا کفار را خار و ذلیل بگردان. یا الله ما را امتحان میکنی، میدانیم ما را امتحان میکنی. پروردگارا ما توانایی امتحان تو را نداریم و ما لطف بکن. یا الله طبیب ما تو هستی، حبیب ما تو هستی، فریادرس ما تو هستی، ما جز تو کسی را نداریم. یا الله تنها رهای ما مکن. الهی پروردگار تو وفادار هستی، ما بی وفا هستی. الهی تو دست دراز میکنی ما نمیاییم. یا الله شبها دست دراز میکنی ولی گناهکاران دست را به ذات تو دراز نمیکنن. یا الله به ما هدایت نصیب بگردان. الهی تو وفاداری، ما بی وفا هستیم. الهی ما نه شبها میاییم نه روزهای بنده گریز خود را به ما اله کن. با حضرت ما دوستی یک دله کن. یک شب به سر سوز به درگاه ما بیا. گر حاجتی تو نشد روا آنگاه گله کن. یا الله ما نیامدیم، مشکل اگر داریم نیامدیم. الهی مشکل از ما است. خدایا تو کریم هستی. بعد از 60 سال و 70 سال گناه وقتی بنده به سمت تو میآید آغوش رحمت را باز میکنی. بار الهی به ما توفیق عطا بکن. الهی قلبهای ما را راست و مستقیم بگردان. الهی پروردگار نمازهای ما را پروردگارا با تمام شرایطش با تمام ارکانش پروردگار نصیب بگردان به ما که ادا بکنیم. الهی پروردگار بی نمازان را هدایت نصیب بگردان. الهی دست جوانان ما را بگیر. الهی دست جوانان ما را بگیر. الهی پروردگار مشکل کشور ما را حل بگردان. الهی پروردگار قانون کشور ما را سر تا سر 100% اسلامی بگردان. الهی پروردگار در آخرین نمک زندگی که قرار است ما از این جهان چشم بپوشیم کلمه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله را به زبان ما جاری بگردان. الهی مریضان ما را شفای عاجل بده. الهی اسیران را از بند خلاص بکن. مسافران را صحیح و سالم به پروردگار به خانه هایشان برسان. بار اله اونهایی که فقیرن از خزانه های غیب خود اونها را بی نیاز بگردان. اموات ما را همه ایشان را غریق رحمت خیش بگردان. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلق سید